قدرت در سایه وحشت. مستند حسیب قوای مرکز. قهرمان واقعی حسیب است. برات میگم گردنه باغ بالا الا جوی شیر کلش منطقه است. بابا طیاره د آسمان بره، طیاره را د آسمان میزنم، موتر د سرک نمیمانم تا که پاس. با نام حسیب قوای مرکز به امر یک نفر بود که فینا آمد مارکت روز روشن در داد. من اشاره هم جزگر هستم، هم زده نیستم. گفت یک ساعت بعد نفر در پشت دروازه شتا شد. گفت مرا گفت نیست از قد مرمی زدنش. وقت من قماندان ماز میکرد ولی پنشن ماز میکرد قماندان ولی پنشن بود وصل نور اصلا ماز نور بود باید امروز سالی ماونه یک لشک بدبخت دیگه بود این مردم لشک داده جمع کرده بود از مردم باجگیری میکردن. حسیب که خود را زال شار مینامید با حمایت پنهان از سوی ریاست امنیت ملی به نماد بیرحمی تبدیل شده بود. زمین با خداونده که زمین آسمان خلق کرده، یا میزنم یا پیسه از پیشت میگیرم. من اومد اگر زنم خدا. شهر در سایه وحشت زندگی می کرد. سایه‌ای که نامش حسیب قوای مرکز بود. حسیب که خود را زال شار می نامید با حمایت پنهان از سوی ریاست امنیت ملی به نماد بیرحمی تبدیل شده بود. با قرآن حسیب آباد اشار مست ما مردم. هر کسی را سرشته میخوره حسیب قوای مرکز زال شار. شوی دست و هر کسی که هستی برای داخل شهر که من ثابت معلوم کنم. ما از طرف ازی بسیار زیر تهدید هستیم، بسیار زیر خطر هستیم. اولاد ما، جان ما، گدام ما، مال ما همگی زیر تهدید است. حسیب نه تنها یک مجرم بلکه یک ابزار برای برخی مقامات فاسد بود. او با دستورات خاص به تهدید و حذف افراد با نفوذ از جمله ترور علمای دینی پرداخته و باجگیری میکرد. یا به ما یک لیست 6 نفری را دادن، تقدیمم کردن که بدر دیله سر لیست قماندان صاحب گلایدر خان که باید یادم از بین بره، در بدلش 25 لک افغانی به ما داده میشد. در رد از او بدر عبدالحمید خراسانی، در رد از او مولوی صاحب متوکل، در رد از او بدر یک مولوی دیگه در 315، در رد از او یک تا دیگه معاون دارالعلوم در یعنی 315 بود. در 315 دارالعلوم از معاون ازی گفت که تو باید این مردم ها رو از بین ببری، در بدل هر کدامش 25 لک افغانی به ما میداد. وقت من قماندان ماز میکرد ولی پنشن ماز میکرد قماندان ولی پنشن بود وصل نور اصلا ماز نور بود باید امروز سالی ماونه یک لشک بدبخت دیگه بود این مردم لشک داده جمع کرده بود از مردم باجگیری میکرد. حدودا از 9 دکاندار در اینجا باج گرفته، از 10,000 شروع الی 30,000 دلار به حساب باج گرفته این نفر. حمایت اداره سابق حسیب قوای مرکز را به یک قاتل، باجگیر، زورگوی یا به اصطلاح عام به یاغی تمام معنی تبدیل کرده بود. یکی از شاهدان عینی در بازار مجاهدین که قبلا به نام بازار بوش مشهور بود، حکایت از با آتش کشیدن این بازار را توسط حسیب در اداره سابق کابل می کند. با نام حسیب قوای مرکز به امر یک نفر بود که فینا آمد مارکت روز روشن در داد. ما شاهد هستیم این دکان بازار مجاهدین برام بازار بوش بود. برام بازار بوش آمده بود، یک از دکاندار تهدید کرد که با ما پیسه را پیسه برش نداد، تیر پترول را گرفت. در دکان بازار هم تا 11 بجه روز نگاه بازار مجاهدین با آتش کشید، چند فایرم بود راه بود. یک بار دو بار داد، یک بار شب داد، یک بار روز در داد. بیش از 200 دکان در گرفت. دفعه دوم 80 90 دکان در گرفت با شب در داد. دم رسید دکانای بفروشی و به حساب جای نظامی که ما را 10,000 دلار بده نداد. حسیب قوای مرکز با خود بالفعل آمد که گلن تیر پترول بچه که مرمی زد فقط خود بچه جان به سلامت نبود مصابت نکرد دکان پایان کرد دکتر زد درد حالات را. حسیب متهم به انجام جنایات متعدد در شهر کابل و ولایت‌های دیگر بود.
او در زمان جمهوریت به عنوان یکی از عوامل غیر رسمی تحت حمایت ریاست امنیت ملی رهبران و قماندانان بود که نه تنها در ترورهای هدفمند بلکه در قاچاق مواد مخدر، سنگ‌های قیمتی و باجگیری نیز دست داشت و جنایات بدور از انسانیت را با خیال راحت و بدون هراس در جمهوریت انجام میداد. ما خود را اندان ولایت نیستم الهی تامنه من گفتم ما دین روز گفتم صدای تا نکش کاری را که ما بگم میکنم والله قسم است که زمین دا آسمان بخوره که بگه که یا میگیرم از پیشت یا میزنم از همین دو کار اگر یک تا شیوان رسان ده تا یک تیم دختر پنشیری رسان میدونم هر نفرت اقصد خودت هم محکم کن ما ایکی بگم ساده نیست. قدم مرمی زدن مردم جماداریم آمد برای دکتر گفت که تو 3000 یا 5000 بر یک ساعت آماده میکنی. دکتر گفت من یک دکتر هستم 200 فیس میگیرم من چطور بیاد رقم 3000 بله $3000 بر تو آماده کنم. گفت یک ساعت بعد نفر در پشت دروازه تا شد گفت مرا گفت نیست از قدم مرمی زدنش بردنش نمی شفاخانه امرجنسی بستر بود به می رقم ده ها معامله در قوه مرکز در سایه اوزی 2 اوزی 4 در دیگه اوزا شده باجگیری ها شده. این کسی بود که از یک مسئله چیز شروع کرد سلو یک نفر قدم مرمی زد دیگر زد بالاخره مشهور شد. همچنان حسیب قوای مرکز در کنار انجام جنایات در شهر کابل ضعف‌های اخلاقی نیز داشت که با استفاده از سلاح‌های دست داشته از امنیت ملی در محفل‌های بچه‌بازی اشتراک و فایرهای هوایی او در اداره سابق چنان نفوذ داشت که با دول و سرنی و رقاصه به داخل زندان پل چرخی رفت و به معیشت با مهرالله باغ قاضی یک تن دیگر از یاغیان شهر پرداخت. حسیب پس از سقوط جمهوریت از کشور فرار کرد و چند قبل او در شبکه‌های اجتماعی به پخش یک نوار تصویری پرداخت. علیان سه شنبه تاریخ 22 جوزای که گویا در کوههای پنجشیر بر علیه امارت اسلامی کشور به بغاوت پرداخته است که توسط حمید خراسانی دوباره رد شد. سری از بغاوت و عناصر فتنه‌گر وجود ندارد. سراسر الحمدلله حاکمیت یک نظام امارت اسلامی است. حسیب و امثالش که در شهر به یک کابوس بزرگ تبدیل شده بود و از ترس جان و مال و آبرویشان به هر گونه زورگویی این افراد سر فرو می‌کردند. با روی کار آمدن امارت اسلامی اعمال این افراد خبیث نابود و خودشان از کشور سرنگون و حالا تبدیل به یاغیان تیک تاکی شدند. چیزی که زانشار میگه خوش مرگ از خونش هم اخره مرگی باشه هر کی که بدر در 4 سر برای سرش چت میکنه تا که زنده هستیم حکومت از خود ما. این مستند پرده از واقعیت برمی‌دارد که 20 سال جمهوریت مردم در سایه آن زندگی می‌کردند. از سر گردنه باغ بالا برات میگم گردنه باغ بالا الا جوی شیر کلش منطقه مسته. خب مرا میشناسی که ما کیستم مال صفات نمیکنم در اشار که ما ایستم ما اوستم ما تو خودت نمره میتی مرا مردم نمره میتا فهمیدی با قرآن شریف بیترام عبور کنی از این سایه زنده براتم باغ قاضی تا در میتم یک تا جوان در اشار نمیمانم. حسیب قوای مرکز نماده از فساد سیستمی و بی‌عدالتی بود که ریشه در ارگان‌هایی داشت که وظیفهشان تامین امنیت بود و حالا شهر نفس تازه می‌کشد. اما زخم‌هایی که او بر جا گذاشت برای همیشه باقی خواهد.